آقا رفته بودم 50,000 تومان کارت به کار کردم، 720 تومان از این کارمزد گرفتم. شما اگه الان بری پیش بدترین نزول خور شهر پول اسکانت کنی، نزول کنی، 105 باید حساب کنی. 1 میلیون اگر ازش بگیری 105ش میشه 50,000 تومان. ماهانش اگر بخوای حساب بکنی میشه 2500. اگر روزانه‌ش بخوای حساب بکنی میشه 83,000 تومان. بعد ما پول خودم دارم کارت به کارت میکنم، از این 720 تومان کارمزد. جالبش میدونی چیه؟ اسمش میذارن بانکداری اسلامی، اسلام و خدا و اینا، بانکداری اسلامی. این بزرگترین جوکه. بعد حالا حسابش بکن در روز هر آدم چند بار داره این کار انجام میده. ما خودم به شخصه شاید بالای 20 تا تراکنش دارم در طول روز. ولی شما حساب بکن اگر هر ایرانی روزی یک دانه کارت به کارت انجام بده، در روز میشه 57 میلیارد تومان. و حسابش بکن در ماه میشه 1 تریلیارد و 720 میلیارد تومان. خدا وکیلی اگر این فکرایی که بره دزدی به سر اینا میزنه یا وقتی که بره این میذارن، اگر به فکر مملکت بودن حضرت عباسی ما ژاپن رو میگرفتیم. فکر نکرده بودیم بهش، نه یکم فکر کنه.